چند سال پیش وقتی تصمیم گرفتم تریدر بشم، از شغل قبلیم خارج بشم و دیگه برای کسی کار نکنم، اطرافیانم فکر میکردن دیوونه شدم. به کانال کل استیل خوش اومدین. من یک تریدر ناشناسم که 2 سال تمام وقتم رو صرف ترید روزانه میکنم. خودم و استاد معامله گری نمیدونم، فقط یه نفرم که هر روز توی بازار واقعی معامله میکنم. خب میدونید به نظر من هر کسی که مدتی رو مشغول ترید کردن بوده میدونه که اکثر کسایی که توی سوشال مدیا آموزش ترید میدن یا هیچ وقت خودشون تا حالا معامله نکردن یا سالهاست که این کار رو انجام نمیدن. تفاوت من اینه که من هر روز پای چارت میشینم و هر روز برای درآمد همون روزم تلاش میکنم. توی این مدت چیزایی رو فهمیدم که توی هیچ دوره‌ای بهم یاد ندادن. شاید مهمترینش این باشه که مشکل اصلی اکثر تریدرها استراتژیشون نیست، ذهنشون و نحوه رفتارشونه. دلیل اثبات این حرفم هم ساده است، اینه که بازار برای همه یکسانه، اما بدون شک همه ما عده‌ای رو دیدیم که به صورت مستمر و همیشگی موفق میشن از بازار سود بگیرن، اما عده زیادی هم هستن که هیچ وقت موفق نمیشن. بذارید از اینجا شروع کنم که ترید کردن به نظر من نیاز به تیپ شخصیتی خاص داره. نیاز به کسی داره که آماده است مدتی تلاش کنه بدون اینکه نتیجه مشخصی ببینه یا سودی کسب کنه. نیاز به کسی داره که بعد از هر شکست به جای اینکه همه چیز رو دور بندازه برگرده و خودش رو اصلاح کنه، و کسی که هیجاناتش هم داخل و هم بیرون از بازار کنترل شده باشه. توی همین اولین ویدیو صادقانه بهتون میگم این کار ساده نیست و قرار هم نیست ساده باشه، که اگر ساده بود همه انجامش میدادن. اما بهتون قول میدم با تلاش و پشت کار و ادامه دادن و تکرار و تمرین به اندازه‌ای که برای شخص شما نیازه حتما میتونید توی این کار موفق بشید. هدف من توی این کانال اینه که مسیری که خودم رفتم رو با شما به اشتراک بذارم، از مایندست و سبک زندگی که یک تریدر نیاز داره برای موفقیت داشته باشه تا مفاهیم تحلیل تکنیکال و ستاپ‌های ورودی که من خودم هر روز ازشون استفاده میکنم. نه تئوری خشک، بلکه یه چیزی که توی بازار واقعی کار میکنه و میتونه برای شما سود ایجاد کنه. پس توی این کانال برای شروع 2 سبک ویدیو قرار داشته باشیم: مایندست و روانشناسی معامله‌گر از یه طرف و آموزش تحلیل تکنیکال از طرف دیگه، بدون وعده‌های تو خالی، بدون سیگنال و بدون دوره‌های گرون قیمت. ویدیوها رو بدون زرق و برق اضافی و با ساده ترین روش میسازم، اما سعی میکنم اطلاعاتی بهتون بدم که در عمل و توی بازار واقعی براتون کار میکنه. پس اگر توی این مسیر جدی هستی و هنوز موفق نشدی، ازت دعوت میکنم کانالمو سابسکرایب کنی تا همراه هم توی این مسیر پیشرفت کنی.